دوستانی عزیز، دوستان برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. салом дӯстон, мехоҳам дар бораи силсила филми Зани бадбахт ки давомаш аз кадом канал пахш карда мешавад таваҷҷӯҳи шуморо ба худ як лаҳза ҷалб карда бошам. дар шабакаи ютуб дар ҷои поиск, яъне ба забони тоҷикӣ гирем, дар ҷои ҷустуҷӯ умедҷон HD менависем ва онро поиск медиҳем. канал бо номи умедҷон HD мебарояд. болои онро бори дигар пахш мекунем ва чӣ тавре ки мебинед, канал дорои сериалҳои гуногуни туркӣ ва клипҳои ошиқона низ ҳаст. дар ин ҷо бояд ки фаҳмем, силсила филми Зани бадбахт аз қисми 1 то қисми 13 пахш карда шудааст. ман админи канали Санҷар FM бо сабабҳои гуногуни ҳаёт натавонистам филмро давом диҳам. аз ин пас қисмҳои минбаъдаи филми мазкурро админи канали умедҷон HD пеш мебарад. мухлисони гиромӣ метавонанд аз ҳамин канал тамошо намоянд. админи канал заҳматҳо ба харҷ дода кӯшиш мекунад филмро то охирон қисмаш ба мухлисон пешниҳод кунад. мухлисони гиромӣ, шумо ба канали умедҷон HD обуна шавед ва пахш кардани зангулачаро фаромӯш насозед. Özledim seni, geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerimdeki چرا مرا قرنج میدی؟ افیاد شوخی نکن، مرا آرام باش. گپ مادر قبول کن. آفرین آقا ترگات، بچه ما در خانه نیستم و تو در اینجا تلویزیون میبینی. باز شروع نکن زحل، تشویش نکن. همه که پولش خلاص شود باز خودش پس میآید. چی میکنی زحل؟ تو میفهمی که قدرت در کجاست ها؟ پیش چنار است، به خانه او رفته. در هر جایی که باشه
تا آدم نشده خانه آمدن نمیتونه. گوشایت مشنوه که تو چی میگی ترگوت ها؟ درباره کسی که گپ میزنی او بچیت است. یعنی چی که در هر جای بوده میتونه؟ برات میگم که به خانه چنار رفته امرای او زندگی میکنه. این موضوع تو را قرار نمیسازه؟ ترگوت بالیاز خدا یک چیز بگو. اولادای او 20 سال در خانه تو بودن. حالا که بچه تو یک شب پیش او است باز چرا قدر ناراحت شدی؟ آخرین گپ تمیه. درست است ترگوت. تا وقتی که بچه‌ام به خانه نامده مام امرایت هیچ گپ نمیزنم. نوش جانتان. شما من تو خواسته بودین همه نیست؟ همیاله برتن میارم. بده خواهر جان من میبرمش. نوش جانتان. چیز دیگه میخواستین؟ نه خیر. درست است که خوش هستی فهمیدم جانم، اما کمی راحت باش. کمی هم به سر وضع خود بر از دختر. من خوب هستم خواهر، تو تشویش نکن. اگه خسته شدم با چند دقیقه استراحت میکنم. دمت صداقو جانم زحمت نکش. او باید سفارش ها رو ببره. همه شرکت تلفن مصروف است. باندگه خواهر جان، دختر جوان است. بانش چیزی نگویش. خواهر چند دقیقه بعد بچه اینجا میایه. کمی گفته برش نگاه کردم میتونم؟ البته که میتونی جانم. چرا اجازه میگیری؟ هر چیزی که دلت از برش نگاه کن. زنده باشی. هیچ کسی تو را از من گرفته نمیتونه. 20 سال تو را از همگی پت کردم. حالا دیگه اجازه نمیتم که چنار آمده تو را از من بگیره. من مادرت هستم بچیم. من تو بچیم هستی. آقا چتن لباسایتا نشستم آوردم گفتم در جایش بانم. تو بانش جانان خواهر، خودم در جایش میمانم. درست است. دختر بیا کمک کن اینا را دستم بگیرم. او فهمه یک دقیقه خو مرا راحت بان. بیا زیاد خسته شدیم. دمت بان که کمی آرام باشم. من کمکت میکنم تو تشویش نکن. شنیدی؟ خانم محترم خسته شدم. فقط که از صبح تا حال کار کرده باشم. ما که زیاد کار میکنیم صدای خدا نمیکشیم. هیچ نمیفهم اگه دختر عروسی کنه باز چی خواد کرد. وقت عروسی کرد باز بسیار با شوق کار خواد کرد خواهر جان. به نظر من ناممکنه. در خونه کار کردن وجود نداره. ما که میبینم دختر از کار کردن نیست خواهر جان. خوش آمدید. بفرمایید. خاله عایشه خوش آمدی بچه. بیا اینجا بیشی حتما گوش نشدی. برات گفتن نگاه کردیم. همیاله بیارم یا پیش از او سوپ میخوایی بخوری؟
خاله عایشه صبح خورده بخی خسته شدیم. بسیار پشت کوفته دق شدیم. همون کوفته رو بیاریم. درست است. نوشیدنی چی میخواید؟ با خاله عایشه سفارش دادم. تشکر. لیموی نعنادارم داریم. دوغم داریم. نه فقط برای ما بیاریم. خدا کنه که خوشت بیایه. صبر کنین خاله جان کمکتان کنم. اوه بشقابه بخی پرکدی خاله عایشه. بسیار خوشمزه معلوم میشه. نوش جانت. ایره بخو. باستگان برات میارم. درست زنده باشی. خاله عایشه شما خود خسته نسازین، کارا را به ما بانین. اگه کدام کار داشته باشین باز لطفاً برام بگویید. نه خیر دخترم تشکر. انشالله که خیریت باشه. برای خدا دروازه نداده باشه. با خدا یک دم تغییر کردی دختر. همه قدر بود چتن. وقت خدافزی رسیده. حق پوشیدنی لباس نداری. دیگه تو چتن سابق نیستی. یک عضو بدنم مثل این لباس سوخت و رفت. بفرمایین. تشکر. آقا ترگوت ببینین چتن چی میکنه. خوشت آمد؟ بسیار خوشمزه است. بسیار خوشم آمد. بیبی خورده میرم. حال قدر تعریف کنم هنوزم کم است. نوش جانت. بیارزو برخوردن است. میگن که دستپخت مادرها بسیار خوشمزه می باشد. واقعا همونطور است. اینقدر مزه‌دار شده؟ بسیار مزه‌دار است. اما مادرم این چیزا را قدر خوشمزه پخته نمیتونه. جانان خواهر ما قسم خوشمزه پخته نمیتونه. اما دست پخته شما واقعا بسیار مزه‌دار است. وقت خورد بودم مادر کلان ما مزه پخته میکرد. شکر که خوشت آمد. نوش جانت. با زحل میبری؟ بله آقا. خیریت باشه چرا سر میز نمیایه؟ نیکی خانم ناز میکنه. گفت که خوب نیستم. سرم بسیار زیاد درد میکنه. او چی شده؟ نمیفهمم آقا. تمامی که فقط به خاطر ماست. اینا رو باشپزخانه میبرم و میزم جمع میکنم.
حال میخواین به کار برین خاله عایشه؟ درست است، ما هم پانتون میره، مردوی ما یک جای بیرون میشین. درست است. بگی بچه زیاد نیست اما مصرف کرایه معتاد میشه. زنده باشی خاله عایشه. در ضمن پول برم بسیار زیاد است. بیا در سرویس میرم، اما ایرم مثل قرض میگیرم، درست است؟ باز بعدا برات میتونم. این دیگه چه قسم گپ است بچه؟ کاش که پول زیاد میداشتم که برات میدادم. قسم نگویید، این پول زحماتتان است. از پولایی که مادرم برام میدادی بسیار با ارزش است. بسیار زیاد تشکر خاله عایشه. زنده باشی بچه. حالا بیا که بریم. صبح بخیر. صبح بخیر. چرا خدا به زحمت ساختی؟ من خودم می آمدم. از اینکه تو اینجا آمدی زیاد به زحمت شدی. هیچ قسم نگوین، خواهش میکنم. زحمت چی؟ در ضمن تا دفترم مرم روی خود کردیم. امروز مگدا خانم گفت زدی؟ امروز به دفترشان میریم. ما برای زنگ زدم، اما گفت که در خانه خود میباشه، با خانهش میریم. اما پیش از یک موضوع مهم دیگه داریم. کدام موضوع؟ باید صبحانه بخوریم. بسیار گشنه شدیم. اول یک صبحانه خوب میخوریم، بعدش هم به دیدن خانم ملا میریم. چقدر خوب است که از هوای آزاد لذت میبرن. بیا که ما و تو هم لذت ببریم. چی است دیگه؟ اگه خواسته باشی یک روز از صبح میاییم تا شام فقط میخوریم و چکر میزنیم. چطور؟ نظر چی است؟ درست است، بسیار خوبم میشه. میفهمی چی میکنیم خاله عایشه؟ هر دوی ما با دیدن دریا میریم، حتی اگه شد بعد آنها میریم. یک قسم امرای توی قسمت استانبول هم خود دیدم. اگه خداوند خواست حتما خود رفتیم بچه. خب دیگه ما باید برم، به سرویس سوار میشم. شما با کسی دیگه وعده نتین خاله عایشه، یادتان خونه میره امرای ما وعده دادین، درست است؟ درست است بچه. خداوند ذهن روشن برد بده. روزتان خوش. قدرت جان مادر. حالا دیگه پیش روی طبیبی. خدا را شکر میکنم، هزار بار شکر. خدا میفهمه که چنار گوشه قدرت چه قسم پر کده باشه. میگه اگه قدرت بخواه رفته میتونه. فکر میکنه که مرا فریب داده میتونه، اما فکر میکنی که اولاد خدا پیش تو میمانم چنار؟ البته به یک شکل قدرت به خانه میارم. بیا. بفرمایید خانم سحر. جانان به سحر زنگ بزن او رو اینجا بخوای، برش بگو که خانم کاکایت بسیار زیاد مریض است، به تو ضرورت داره. درست است؟ درست است خانم سحر. آقا ترگوت میخواین چای تازه برتان بندازم؟ لازم نیست، بیا از اون میرم. بله سحر خانم. کمکتان کنم خاله عایشه، شما استراحت کنین. لازم نیست دخترم، خودم میکنم. کچلو را من تو میکنم. از دوران طفولیتم همراه امیم یک جای کار میکنم. خدا خسته نسازین. زنده باشی دخترم، من میکنم دیگه خسته نمیشم. تو متوجه مشتری ها باش. مشتری گفتین باز به یادم آمد. میخواستم یک چیز بپرسم. این شب او بچه ای که آمده بود. دخترم تو اینجا چی میکنی؟ بیکاره؟ با اینکه خانم کار خدا کنم. برو متوجه مشتری ها باش، شاید یگان چیز ضرورت داشته باشن. حالا دیگه این دختر از پر گفتنش خسته نمیشم.
خوش است که کار نکنه، اما فقط یک جای بشینه و قصه کنه، فقط همین جانه. باندگه خواهر دقتش نباش، جوان است دیگه، چی کنه؟ در ضمن اینجا خو کسی نیست، او مجبور میشه که همراه ما قصه کنه. خانم کاکا، شفا باشه، خیرت باشه. چی شده؟ آی دخترم، چی بلایی که سرم نامده. او زنه را که مادر خود میگی فقط به خاطر ای که به من ضرر برسانه اولادم ازم گرفت. چطور یعنی؟ قدرت و ترگت کاکای جنگ کردن، بازو بچه دیوانه ما از خانه برآمده رفته، چنارم از فرصت استفاده کرده و قدرت به خانه خود برده. خدا میفهمه که به بچیم چی چیزایی گفته او را به ضد ما تحریک کرده. چون امرایم قهر است به قصدی کارا را میکنه، میخواد توسط اولادایم به ما ضرر برسانه. اما او چرا این کار کنه؟ وقتی قدرت دیده باز او را در خانه خود را داده، بدی خود نکرده. به نظر من تو اشتباه میکنی. من نمیفهمم دخترم، ما بچیم میخوایم. برو امروز گپ بزن که به خانه بیایم. من کاری نمیتونم، قدرت به گپ من نمیکنه. قدرت به زور به خانه آورده نمیتونم. قدرت نمیشنوه، اما چه نارخو میشنوه. هیچ فکر نمیکنم. تا حالا هر کاری که گفتیم برعکسش انجام داده. چی میگی سحر؟ اما من برات کمک کردم. ای که تو به خانه خود رفتی از چنار پت کردم. تو هم برو امرای چنار گپ بزن و او را خانه بساز که قدرت به خانه بیایه. درست است، گپ میزنم. امیدوار هستم که فایده کنه. فایده میکنه جانم. چنار فقط گپ تو را گوش میکنه. حالا دیگه خود ثابت بساز. درست. فکر میکنی قدرت به تو ایلا میکنم؟ او را حتما از پیشت میگیرم. اینجا بسیار جای مقبول است، بسیار خوشم آمد. اینجا را زیاد دوست دارم، همه که فرصت پیدا کنم باز اینجا میایم. زنده باشید. کل چیز بسیار مزه‌دار معلوم میشه. اول من شروع میکنم. نوش جانم. از اینجا به دفتر میریم؟ نه خیر، با خانه ملا خانم میریم. اگه به گپای لال خانم توجه کنیم باز کار ما امرای ملا خانم سخت خود بود. یعنی آشتی کردنشان امرای قبوراک آسان بودن نمیتونه، چون دقیقت گپ زدن با کسی که به خاطر پول شوهرش جدا میشه واقعا بسیار سخت است. ما نباید منفی فکر کنیم. شاید قسمی که فکر میکنیم تو نباشه. شاید تو قبوراکم زیاده روی کده باشه و خانم خدا غلط در کده باشه تو امکان داره. نمیفهمم. تا که امرای خانم ملا گپ نزنیم مطمئن نمیشیم، چون موضوع یک بوده دگام داره. باید از دید خانم ملا هم تحقیق کنیم. شما من از دیدی میگفتین اما خودتان هم دیدی هستین. از امور خاطر شما را درک کردم. نوخ شده؟ نخیر نخیر، او اوراق باید از عدلیه میگرفتم، همو با یادم آمد. وقت رفتن با یادم بسیم خوش میشم. عایشه شما در استانبول کدام کسی را دارین؟ بله اقارب هستن. خب او بچه که دیشب آمده بود. سحر دخترم خوش آمدی. خسته نباشی. انشالله که کدام مشکل نباشه. شوهر خود دوباره تو را اذیت نمیکنه نه؟ همه چیز خوب است، تشویش نکن. ارجمندم زیاد تغییر کرده. خدا را شکر. برات یگان چیز بیارم؟
کوفته دلمدار پخته کردیم. بیا خوش زنده باشی. میشه کم گپ بزنیم؟ البته که گپ میزنیم دخترم. بیا اینجا بشی. چیزی شده دخترم؟ خانم کاکایم به خاطر قدرت بسیار پریشان است. یعنی زیاد مریض شده. فقط بچه‌م گفته میره. ای که پیش تو آمده حتما گپتم گوش میکنه. یک دفعه همراهش گپ بزن دوباره خانه بره. چی کنم دخترم؟ قدرت گپ ما گوش نمیکنه. میخواستم برش بگویم اما گفت داری سرک میخوابم، اما هیچ وقت به او خانه نمیرم. زحل بو که راحت باشه. این رو خب میفهمه که بچهش در کجاست. هر قدر بتونم ازش خوب مواظبت میکنم. در این باره شک ندارم. حتما خوب مواظبت میکنی. اما با خانم کاکایم فکر که او هم راست میگه. خب دیگه چی کنه؟ اگر به خانه بیای او مادرش ببینه شاید فکرش تغییر کنه. اگر بتونی او را خانه بسازی که بر چند ساعت هم خانه خود بره بس است. من یک دفعه امراش گپ میزنم. خدا کنه که مخالفت نکنه. انشالله. تشکر امرا. معذرت میخوایم تو هم به زحمت شدی. دفتر پولید ما نیافتمش. شاید اشتباه انده باطل دنیا انداخته. مهم نیست. زحمت چی؟ زنده باشی بیادر. وقت خوش. خداحافظ. باز میبینیم. زیاد مهمه. با خالایش یک شماره ناشناس زنگ زده بود. او هم به تشویش شده. ازم خواست صاحب شماره را پیدا کنه. حالا بریم دیگه. اوه پادشاهی ما کار میکنه، اما بهترین دوستش الال خانم برش قوی مخصوص آورده. با خدا از دلم خبر بودی جانم. واقعا به قهوه ضرورت داشتم. دستیارت گفت که تا صبح کار کردی، یعنی خانه نرفتی؟ امروز شام جلسه دارم. حال در موردش آمادگی میگیرم. بگو که کار کلانه. کاملا همطور. اگه این کارا بگیریم با زیاد فایده میکنیم. همراه ما قرارداد میکنن. این کارم که خلاص کنیم باز خوب میشه. خوب بشه از که ناوقت شو میخوایم برات یک مژده بدم. انسال هم در کار و هم در عشقت خوشبخت میشی. هلال جان چی گپ شده؟ ملدا و براک طلاق میگیرن. یعنی چی؟ مطمئن هستی؟ بله عزیزم. یعنی خواست اردی ما پر میشه. تو اون و ملدا و ما به براک میرسیم. قدرت اینجا هستم بچه. ببخشی بچه مزاحمت شدم. هیچ گپی نیست خاله عایشه. بیاز این ساعت ما خالی بود. خب اینه بگوین شما چطور اینجا آمدین؟ نیک آزیری مرا چک میکنه نموترست؟ نه خیر بچه فکر میکنی که من این کارو میکنم؟ پس چرا اینجا آمدین؟ میفهمم که قهر میشه اما مجبور هستم بگویم. به خاطر زحل آمده. اوف خاله بازم اون موضوع. دیروز خدایی بارا گپ زدیم. بس از دیگه هر بارم این موضوع. گفتم دیگه دو خانه نمیرم. راست بگو مادرم ازتان خواست؟ نه خیر بچه همراه مادرت گپ نزدیم. سهر پیش ما آمده بود او بریم شد. وضعیت مادرت خوب نیست. او بیچاره به خاطر تو مریض شده. بازم همون موضوع. خاله عایشه تو مادر من هم شناسی. او همیشه قصدن تمثیلا رو میکنه خاله عایشه. یعنی وقتی که خلاف میلش باشه باز تمثیلا رو شروع میکنه. قسم نکن. تو اولادش هستی. خدا میفهمه که چقدر به تشویش است. او هیچ وقت تمثیل کردن نمیتونه بچه. قلب هیچ مادر دوری اولادش تحمل کردن نمیتونه. آی خاله عایشه تو چقدر قلب مهربان داری. قدرت قلب من اشکن. بریم زحل ببینیم. همین که تو رو ببینه باز راحت خود شد. هرچی باشه بازم اون مادرت است. حالی که اون مریضه است یک دفعه باید پیشش بری. کم از کم یک دفعه با عیادتش برو. ها؟ با دیدنش بریم بچیم. حالا قلب من اشکن. روز بخیر. میبخشین که مزاحمتان شدیم. بفرمایین بچیم چی میخواستین؟ ما عمر آلماز وکیل هستم. میخوایم ملدا خانم ببینم. اونا خانه هستن؟ در خانه هست. بفرمایین بیاین ما او را خبر میتم. بیاین. سلام دوستان،
میخواهم درباره سلسله فیلم زنی بدبخت که دومش از کدام کانال پخش کرده می شود توجه شما را به خود یک لحظه جلب کرده باشم. در شبکه یوتیوب در جای پویسک، یعنی به زبان تاجیکی گیریم در جای جستجو، امیدجان اجدی می نویسیم و آن را پویسک می دهیم. کانال با نام امیدجان اجدی می براید. بالای آن را بار دیگر پخش می کنیم و چی طوری که می بینید کانال داروی سریال های گوناگون ترکی و کلیپ های عاشقانه نیز هست. در اینجا باید که فهمیم سلسله فیلم زنی بدبخت از قسم 1 تا قسم 13 پخش کرده شده است. من ادمین کانال سنجر FM با سبب های گوناگون حیات نتوانستم فیلم را دوام دهم. از این پس قسم های من بعده فیلم مذکور را ادمین کانال امیدجان اجدی پیش میبرد. مخلصان گرامی می توانند از همین کانال تماشا نمایند. ادمین کانال زحمت ها به خرج داده کوشش میکند فیلم را تا آخران قسمش به مخلصان پیشنهاد کند. مخلصان گرامی، شما به کانال امیدجان اجدی abone شوید و پخش کردن زنگولچه را فراموش نسازید. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. کلید نداری بچم؟ ما دیگه نمیخوایم اینجا زندگی کنم، پس لازم نیست دیگه کلید داشته باشم. آقا قدرت خوش آمدین. خوش باشی جانان خواهر. آی آقا قدرت، آل با دیدن شما مادرتان بسیار زیاد خوشخواد شد. از دیروز پسر خود در اتاق قید کرده. فشارشان یک دفعه بیش از حد بالا میشه، یک دفعه پایان. ای چیزم نخورده. درست است فهمیدم. به هر صورت میبخشین شما را ایجا استاد کردم، اما وضعیتش زیاد خراب است. هیچ وقت اوناره قسم ندیده بودم. لطفاً بفرمایین. خوب است. فعلا کجاست؟ در اتاق شما است. مادر؟ قدرت بچیم؟ چی شده مادر؟ جانان گفت که فشارت پایین شده. بسیار تب داشتم بچیم، کمانده بود نفسم برایم. قلبم دوری تو را تحمل کرده نمیتونه جانم. آی مادر جان، چرا این کارا را میکنی؟ تو خود مرا دیدی، کاملا اونجا راحت بودم، اونجا بسیار خوش هستم. تمام شب هیچ نخوابیدیم بچیم، همیشه به تو فکر میکردم جانم. جیگر خون بدم، دوباره فکر کرده دیوان اخواد شدم جان مادر. دیگه مادر ازتان خواهش میکنم این کارا نکن. در ضمن اونجا بسیار راحت بودم، شکمم سیر بود، جایمون بسیار گرم بود. چرا تشویش کردین؟ یعنی خالایشه ازم بسیار خوب مواظبت میکرد. آفرین قدرت، آفرین بچیم. دگام دور باش و مرا در قبر دفن کن. بازو وقت خواد فهمیدی که چقدر جیگر خون هستم. بازو وقت میفهمی که در نبود تو نفس گرفته نمیتونم. آی بازم سرم درد گرفت. آی بسیار درد میکنم. یک دقیقه صبر کن باش، ما تابت میبینم. دست دا پس کن، فقط یک بار تابت میبینم. کشت ما را از خنده تو خیلی تب نداری.
آی بسیار دوا خوردم بچیم. آها حتما تبم کم شده اما دوباره شروع خود شد. مادر جان وقتی قدر مریض بودی باز چرا دکتر را نخواستی؟ با کاکا سعید زنگ میزدی. قسم سر به خود چرا دوا میخوری؟ تو خود جاهل نیستی مادر. بچه من برای چی میگم تو برام چی میگی؟ یک دقیقه صبر کن من خودم با کاکا سعید زنگ میزنم بیای و معاینه کن. نه خیر بچه با کس زنگ نزن. دکتر و دوا هیچ برام فایده نداره بچه. ده نبوده تو هیچ وقت خوب نمیشم. بس از دیگه بچه بلیاز خدا مرا جگر خون نساز. خانه تو اینجاست جانم. تا چی وقت خانه خاله عایشت میباشی؟ ای قسم چه تو زندگی خود کردی یک دانیم. میبینی خاله عایشه خواستش آوردن ما به این خانه است. هیچ کسی به فکر من نیست که من چی میخوایم. چقدر خواهش کردی که مادرت مریض است بیا برو. اینم ما آمدم. حالا دیگه بریم. من فرض خود ادا کردم. همین قدر بس است. قدرت خواهش میکنم بچیم نرو. قدرت بچیم بیبی پدرتم زیاد پشیمان است. از اینکه امرایت قهر است پشیمان شده. برو از اون مزرعت بخواهیت من میبخشید. بس است دیگه مادر. مرا با اینجا خواستی و تمثیل مریضی را میکنی. میخوای باز مرا فریب بدی؟ باز دوباره پدر میخوای برام دروغ بگویی؟ من طفل هستم ها؟ بچیم صبر کن صدقه شام استاشو گپ ما گوش کن. قدرت بچیم خواهش میکنم نرو. قدرت صبر کن جان مادر. تو رو گفت یک چیز خوب بگو. قدرت مرا رها کرده میره ما نشو. بان هر جایی که میره بره پشتش الاکو بیا از او از دست تو به این روز رسیده. بان که در روی سرک بانه تا او وقت قدر مادره بفهمه. قدرت بچیم قدرت تو خود گفتی پدرم پشیمان شده. فهمیدم که مرا چقدر دوست داشت. قدرت ازت خواهش میکنم جان مادر به گپای پدرت گوش ندی. اگر کمان مادرت دوست داری باز نرو لطفا. خواست پورا شد ها؟ بچه مزم گرفتی حالا خوش هستی؟ تو چی میگی زاهد؟ من چرا باید کارا کنم؟ هر چیزی که از دستت میای انجام بدی چنار. اگر نامم زحل باشه باز قدرت پیشتون نمیمانم. گپ مفهمیدی؟ فهمیدم زاهل فهمیدم. اما تو اشتباه میکنی. ناق گناه ما به گردن میگیری. ما میرم میبینم که کدام جای نفته خانم چنار. جانان سهر در خانه نیست. او رو ندیدم دخترم. سهر به خانه خود رفته. خدا کنه پیش هرچه من نرفته باشی سهر. چتن او هم نیست. آقا چتنده اتاق خود بود اما خوش آمدین. لطفاً بشینین. مادر کلانم گفت که شما وکیل هستین. بله با دفترتان رفتیم اما اونجا نبودین. باز خواستیم که به خانه‌تان بیاییم. خدا کنه که مزاحم نشید. خواهش میکنم فقط میشه که موضوعتان بگوین چرا که من همراه وکیلا هیچ کاری ندارم. شوهرتان گفت میخواین شما را طلاق بدن اما خواستم که از نزدیک همراهتان گپ بزنم. میبخشین ما مجبور بودیم که شما را از این موضوع خبر بسازیم. راستش بسیار خوب شد که این موضوع را فهمیدم. من هیچ مشکلی ندارم. میتونین که کارهای طلاق شروع کنین. یعنی شما میخواین طلاق بگیرین؟ البته بیازو و براک از طرف اردوی ما تصمیم گرفته. به هر صورت از اینکه به اینجا آمده خدا به زحمت ساختین بسیار زیاد تشکر. ببینین اما هنوز کدام دعوا باز نکردن. شوهرتان فقط میخواستن یک نظر بگیرن. خدمتکار شما را بطرقه میکنه. من باید به کارهای خود برسم. روزتان خوش. چتن فوتبالیست، چتن قوی و قهرمان،
اما حالی چتن حتی نمیتونه پای خود بلند کنه. چتنه که میخواد بهترین فوتبالیست شود در این حالت است. خلاص شد دیگه، همه چیز خلاص شد. از خاطری پایم از همه چیز موندم دیگه. با آرزوهایم نمیتونم برسم. صبر که بچه چی میکنی؟ خالش لطفا مرا تنها بانین که از این زندگی راحت شوم. آه چتن، آه بچه، تو هنوز بسیار جوان هستی، راه عزت پیشوری داری. چرا خدا اینقدر توهین و تحقیر میکنی؟ خدا میفهمه که در آینده چقدر خوشی و نصیبت باشه. اما اگه با آینده امیدوار نباشی خوشی ها رو دیده نمیتونی. پس من چی کنم خالایشه؟ با این معیوبیتم چی کنم؟ بگوین چی کنم؟ چتن، اگه پایات نباشه با دستات خود دویدی. اما اگه در قلبت امید و در چشمات روشنی نباشه باز هیچ وقت خوشبختی رو نمیبینی بچه. امیدت از دست نده. خداوند به انسان درد میده و هر وقت بخواه شفایاب میسازه. فقط از خداوند شفا بخواه. دعا کن، شاید با این عملیات به پایت رفته بتونی بچه. اما اول باید عقیده خدا محکم کنی. اگر نگب زدن من هیچ فایده نداره. انشالله خالایشه، انشالله. بازم معذرت میخوایم، ما شما رو جگر خون ساختم. هیچ مهم نیست جانم، فقط میخوایم که تو خوش باشی. ما دیگه هیچ چیزی نمیخوایم. اگر نام مزه حل باشه باز اجازه نمیتم که بچه ما پیش خود بگیری چنر. خود را تا بعد دستای خود پیش خواهد آوردی. اولادایم یک دفعه اینجا بیاییم. نمیخواستم که مداخله کنم اما دلم طاقت نکرد. شما گپای مردار جدی نگیرین. او به خاطر غرورش یک قسم میگه. در اصل او شوهر خدا زیاد دوست داره، یعنی عاشق هم هستن. برو کم همه قسم خانم خدا زیاد دوست داره. اگه شما کوشش کنین امکان داره اونا از هم جدا نشن. خواهش میکنم مانعی طلاق شوین. اما خانم ملدا جدی معلوم نشد. شما گپای او را جدی نگیرین. او را ما کلام کردیم. استفلیت داله امروش هستم. اما انسان نمیتونه همزمان همه گیره خوش بسازه بچی. به شوهرش وقت زیاد داده نمیتونه. برو کمازه خاطر قهر نشه. اگه نه هم دیگه رو بسیار دوست دارن. لطفا رابطهشان رو حفظ کنیم. به گپ ما باور کنین اولادم. لطفا گپای من رو نادیده نگیرین. اگه شما مانع جدا شدن اونا شوین بسیار ثواب به دست خواهد آورد بچی. جمپر درو را همراهت نگرفتی مادر؟ اگر خنک بخوره باز مریض میشه. درست از گرم نگاش کن. هنوز خانه نرفتیم اما دیدم دیگه سر گاز مانده بودی. تا وقتی که شما میای نان آماده خواهد شد. چرا به من دروغ گفته بودی سحر؟ گفتی که دیگه به این خانه نمیایی، خانه کاکایت میری. نه پس نامدی. آمدیم که لباسای خدا با خود بگیرم. حالا که کسی در خانه نیست خواستم جمعشان کنم. خب درست است. تو برو لوازم تو جمع کن، ما همینجا منتظر نباشیم. یک جای میریم. اگر ارجمند بیایه باز مشکل جور میکنه. درست است، همیان آماده میشم. سحر بیبی دیگه هیچ وقت به این خانه نمیایی، فهمیدی؟ هرچند میفهمی که هیچ آدم خوب نیست.
اگه بار دیگه خواستی اینجا بیایی باز یک جای میایی. اونا محترم آمد. حالا تو بالا شو برو دیگه. منتظر نبود. درست است اما از خانه کوکات بیرون نشده این منطقه زیاد نباش. درست است تشویش نکن. متوجه خود می باشم. شما حق به جانب هستین. قسمی که معلوم میشه او قسم نبود. ما مطمئن هستم که میتونیم اونا رو آشتی بندازیم. پس ما باید پیش آقا براک بریم و یک بار دیگه هم روش گپ بزنیم. چی نظر داری؟ زحل تو اینجا چی میکنی؟ چرا آمدی؟ تو خو مریض بودی زهر. باید امرایت گپ بزنم. هرچی که گفتی انجام دادم. گفتی قدرت بیار آوردمش. حال دیگه از ما چی میخوایی؟ تو میخواستی که چتن به زودی عملیات شود. بله با هم گپ زده بودیم. تو گفتی که موضوع رو حل میکنم. بله گفتم اما من دو شرط دارم. شرط اول هر قسمه که میشه قدرت مجبور بساز که به خانه بیاید. و شرط دوم بعد از عملیات چتن تو باید برای همیشه زندگی ما بیرون بری و گم شوی. اگر نه عملیات فراموش کن. هیچ کار نمی کنی. چتنام در تمام عمر خود معیوب میمانه. تو چی میگی زهر؟ مرا سر اولادان تهدید میکنی؟ گپای ما شنیدی چنار؟ اگه قدرت به خانه پس نیایه باز عملیات چتن فراموش کن. بله از خدا تو چی میگی زحل؟ قدرت و چتن هر دوشن اولادایم هستن. حالا آمده میگی که از بین اولادایم یکشان انتخاب کنم؟ تو 20 سال پیش ایران انتخاب کرده بودی چنار؟ اردقه برم یاد نکو که قدرت اولاد توه. قدرت بچه من جای او در پهلوی من. به خاطر که بچه‌م در خانه باشه هر کاری که از دستم بیایه انجام میتم. قهر قدرت 2 روز بعد خلاص میشه. بس به خانه خود میره. خب چتن چطور؟ چتن بچه همه قسم معیوب کنه؟ این کارو نکن. حالا که میگه قدرت بچه است پس مثل یک مادر رفتار کن. توسط اولادم از من امتحان نگی. تو قدرت از من گرفته مرا امتحان کردی چنار. و تو گفتم که از قدرت دور باش اما گپ ما گوش نکردی. چی کنم؟ تو چی میخوایی؟ از دستش گرفته از خانه بیرونش کنم؟ بله از دستش بگیم از خانه بیرونش کن. برش بگو که نمیخوایم تو در اینجا باشی. چطور برش بگویم که تو را نمیخوایم؟ چطور برش بگویم که از خانه ما بیرون شو؟ بلی از خدا باید بگویی. تو مجبور هستی. اگه میگی که این کار کردن نمیتونم پس عملیات چتنم فراموش کن. تو را هیچ نشناختیم. افسوس با حال تو. چی شده چنار؟ هیچ نفهمیدم. چرا اینقدر وارد خطا شدی؟ بدون تو مرا هیچ کس درک کردن نمیتونه. هیچ کس. دروغ خونیست. دروغ خونیست چنار. انسان به خاطر اولاد خود هر کار انجام داده میتونه. اگه قدرت به خانه روان کنی باز چتن عملیات میشه. اما ایرم قبول نمیکنم. امی که چتن از عملیات خانه بیرون شه و باز چهره تو را باید نبینه. از زندگی ما دور باش.
با تو چی کردیم زهر؟ ما چی کردیم که کوشش میکنی مرا از اولادم دور بسازی؟ به خاطر من نمیری چنار جان؟ به خاطر اولادایت باید بری. به خاطر که زندگی اونا را بیشتر از این تباه نکنی باید از زندگی ما گم شوی. آقا درگود از شفاخانه زنگ زدن. مشنوم. بله من هستم، بفرمایین. دکتر امروز به ترکیه آمدم قسم است؟ چند روز اینجا می باشه؟ 2 روز؟ بسیار خوش شدم. بعداً باز براتون زنگ میزنم. زنده باشین. بسیار تشکر. چه قسم با قدرت بگویم که از خانیم بره؟ درست از خواهرم آرام باش. خدا جگر خون نساز جانم. چه قسم آرام باشم خواهر؟ تو نشنیدی گوزن برم چی گفت؟ شنیدم جانم شنیدم. خداوند او زن اصلاح بسازم. معلوم دارم حتی یک ذرم ترس از خداوند ندارم. اگه گپ خود عملی کنه باز، اگه چطن عملیات نکنه باز، من چی کنم خواهر؟ به خاطر اگه اولاد خود از دیگه اولاد تیر شوم. میفهمم کار بسیار سخت است. خداوند هیچ کس در وضعیت تو قرار نده، اما وضعیت تو هم خود معلوم است دیگه خواهر بیچاره. درست است. خب قدرت از خانه بیرون کردم، قلبش شکستاندم به خاطر که چطن عملیات شود، اما زهر قناعت نمیکنه. میگه بعد از عملیات چطن تو باید از اینجا بری. من چی کنم خواهر جان؟ خدایا تو برام یک راه حل نشان بده. چشمایت روشن بچین. چی شده کاکا؟ دکتری که تو را عملیات میکنه به ترکیه آمده و فقط 2 روز اینجا میباشه. حالا جانم آماده شو که هر چی زودتر به شفاخانه بریم. درست است. اما اگه اجازهتان باشه، یعنی پیش از رفتن به شفاخانه میخوایم یک جای دیگه برم. صاحب اجازه هستی بچین. با ساله بگو که تو را برسانه. وقتی که کارت خلاص شد باز پرسی. درست است کاکا. اوه میبینم که خوب شدی زهر جان. بازم شفا باشه. تشکر ترگوت جان. وقتی که بچه‌م بیایه باز بسیار خوبتر میشه. ناخوش نشو. او اینقدر با آسانی خانه نمیاید. چتن جان، در حالت قهر ترام جگر خون ساختم. معذرت میخوایم. سر تو قهر نبودم. مهم نیست خانم کاکا. خیرت از ساله تو را کجا میبره؟ دکتری که مرا عملیات میکرد به ترکیه آمده. پیش از رفتن به شفاخانه میخوایم یک جای دیگه برم. آی جانم بسیار خوش شدم. شفای عاجل برات میخوایم. انشالله بدون کدام مشکل عملیاتت تیر شود و دوباره خوب شوی. چی مشکل پیدا شده میتونه؟ پیش از عملیات تو چه قسم گپ میزنی زهر؟ نه جانم، من فقط هم تو گفتم از خوشی زیاد. اگه نه بعد از این چه قسم مشکل پیدا شده میتونه؟ به هر صورت من مزاحمتان نمیشم. خب دیگه به اجازهتان. خدای تو همراه من کمک کن. هر دوش اولادم هستن، هر دوشن توتای جگرم هستن. من چطور میتونم در بین اونا یکیشان انتخاب کنم؟ به 20 ساله بسیار به سختی تحمل کردم. مرا مجبور نساز که یکیشان انتخاب کنم.
بازم از چی میخوای زهر؟ ما با تو چی کردیم که قدر سرم ظلم میکنی؟ خاله عایشه از کار رخصت شدی خاله عایشه؟ نه خیر بچم، فقط خواستم کمی هوای تازه بگیرم. تو گریه میکردی؟ نه خیر گریه نکردم بچم، چرا گریه کنم؟ گوش کو کسی آزار داده خاله عایشه؟ لطفاً برام راست بگو. نه خیر بچم، کسی آزارم نداده، فقط خواستم کمی تنها باشم. یعنی مطمئن هستی کدام مشکلی نیست؟ نه خیر بچم. تو کجا میرفتی؟ دیگه کجا برم، خانه میرفتم. بچه مرا غلط درک نکو، اما نمیشه که با خانه خود بری. وضعیت مادر بسیار خراب است. او بیچاره به خاطر تو بسیار جگرخون است. شاید جگرخون باشه، اما با کدام دلیل تمثیل مریضی رو میکنم؟ این قسم نگو بچه، او مادرت است. به خاطر که تو همیشه پیشش باشی هر کاری کده میتونه. او فقط به خاطر اولاد خود این کار میکنه. ایره هیچ وقت فراموش نکن. خاله عایشه تو میفهمی؟ یگان وقت احساس میکنم اونا خانواده من نیستن، احساس میکنم من اولاد اونا نیستم، خدا بسیار بیگانه احساس میکنم. درست است خاله عایشه، بس هست دیگه، جگرخونی نکن. اگه سر تو بار نباشم باز این قسم گپ نیست بچیم. تو سر ما بار بوده میتونی. ما دیگه با دکان میرم. هدیه خواهره تنها موندی. ما آیسته طرف خانه میرم. بیا دیگه که یک جای بریم. من خوب شما گفته بودم کمره ملدا گپ زدن هیچ فایده نداره. از عکس العملش همه چیز معلوم میشه. یعنی او هم گفت کمی کار بخیر هر دوی ماست، هم تو نیست؟ شما منتظر چی گپ بودین؟ قبل از اینکه با خانم ملدا مشوره کنین چطور دعوای طلاق باز کردین؟ این گپ باید شما برش میگفتین، اما متاسفانه از ما شنید. خانم اسما راست میگه، کاشی موضوع را با اونام شریک میساختین. ما فکر کردم که هم با طلاق راضی باشه، یعنی هیچ به فکرم نامد که به خاطر گپ خفه شوم. به نظرم پیش از اینکه ناوقت شوه هم روش گپ بزنیم. این کار نمیتونم، فکر نمیکنم که با هم گپ زده بتونیم. منظورتان چیست؟ شما هنوز ملدا را نمیشناسین. مطمئن هستم بعد از این امر ما گپ نمیزنه. دیدین؟ تلفن ما قطع کرد. تو دروازه را باز کن، ما خودم میایم. ببینیم که حال چی میکنی چنار. براک میخواین که به این رابطه تان ادامه بتین؟ البته که میخوایم. اگه امکانش باشه که پیوند ما نجات پیدا کنه، ایره مطمئن باشین ما آماده هر کاری هستم. خوب است. به خاطر که یک چوری دیگه پیدا کنیم از شما یک خواهش دارم. این قسم که هست، شما چند لحظه پیش به خانم ملدا زنگ زدین، همه او تلفن قطع کرد. یک بار دیگه هم زنگ بزنین تا وقتی که تلفن جواب نداد منصرف نشین. درست است، ما قبول دارم. هر چیزی که شما بخواین هم تو میکنم. امروز به شفاخانه میرم. او دکتری که مرا عملیات میکنه به ترکیه آمده. مبارک باشه، زیاد خوش شدم. تشکر، انشالله خوب میشم. انشالله. شاید به زندگی فوتبالی خود ادامه بدی. او موضوع دیگه بسته شد. مطمئن هستی؟ بله مطمئن هستم. این عملیات به خاطر است که من معیوب نمانم.
خب بعد از این چی برنامه داری چتن؟ خداوند وقتی یک در بسته میکنه 100 در دیگر باز میکنه. یعنی زندگی خودش پیش خواد رفت. کاکایم در شرکت برام پیشنهاد کار داد. گفت بیا بعد از این در شرکت همراه ما کار کن. خب تو چی گفتی؟ قبول کردی همه تو نیست؟ فعلا خود چیز نگفتیم جانم. بخیر یک باری عملیات خلاص شوه. باز فکر خود کردم. البته جانم از عملیات که بیرون شدی باز حتما این پیشنهاد قبول کنی. مشتری آمد باید برم اگه نیمیم قهر میشه. درست است اما دیگه میرم. دمت همه چیز خوب خواهد شد. خالایشه من خانه میرم دیگه. خداحافظ. بیا یگان چیزی بخو باز برو. هدیه خواهر گفت آمده کرده بود. نه گشنه نیستم خالایشه. واها خانه میرم کم استراحت میکنم. درست است بچه. امشب خو خانه میباشی؟ دیگه کجا رفتم میتونم. نمیفهمم فکر کردم که امرای دوستات میری. نه امشب هم امرای تو هستم. تو از من نجات پیدا کردن نمیتونی. حالا دیگه با امیدی دیدار. ما هم نمیخوایم که از تو نجات پیدا کنم. کاش میشد همش امرای باشی. سال پدر موتر استاد کو. بچه خوب هستم خالایشه. شما چطور هستی؟ تو را دیدم خوب تر شدم. خیرت از کدام کار داشتی؟ نه خیر نه پیش یک دوستم رفته بودم. امروز در شفاخانه بستر میشم. فردا عملیات میشم. خواستم یک بار ببینمش. خوب کردی بچه. انشالله خداوند به زودی برات شفا خود دار. آمین انشالله. خوب شد که شما رم دیدم. شما هم حقتان حلال کنین خالایشه. حلال باشه. اینقدر جگرخونی نکن. وقت درد میته درمانشم میته. فقط تو قوی باش بچه. تمام کوششم میکنم. میبخشین وقت شما رم گرفتم. اگر میخواین شما را میرسانم خاله. نه خیر بچه نه خیر. جای کارم به اینجا نزدیکه. تو برو بچه حالا. خوب درست است. شما متوجه خود باشه. تو هم بچه. با خدا میسپارم. شما را هم. بله اسما. خواهر جان یک خبر خوش دارم. خیریت باشه چی شده؟ او دکتری که بیادرم عملیات میکنه اینجا آمده. یک دو ساعت بعد تو رو به شفاخانه میبریم. درست است. ماما آمدمشو میایم. باید قطع کنم به امید دیدار. مادر من درو را گرفته بیرون میشم. امروز چطور شفاخانه میبرن. پیش از رفتن خوگذار آماده میکردی؟ رسیده نمیتونم مادر. برج من زنگ میزنم از راه یکان چیز خود گرفت. درو
حالا دختر ما مادرشو پیش مامایت میری. ظرفام ناشستم ماندن، وقت آمدم باز بشویم شد. دورو جان مادر. خدا میفهمه که چی وقت پس میاد. یادتون از ظرف از دیگه اون دارم میشوشتی باز میرفتی. دمت بیا اینا رو بگی دختر محله. به ما بده خواهر. تو بشی دختر جان. یکی است نیکه بازم زن شیشک زنگ زدن. بله زهر. چشمایت روشن چنار. او دکتره که چطور عملیات میکنه به ترکیه آمده. ده همی روز به خیر عملیات میشه. میفهمم زهر. پیش تا چطور ندیدم او برم گفت. چقدر خوب شد که بچه تا پیش از عملیات دیدی. حالا دیگه تصمیم ده دستت. قسم نکن زهر. برات آزار میکنم این کارا نکن لطفا. ما گپ خدا گفتم برات چنار. بعد از این مربوط تو میشه. که چی میکنی بچه قسم قدرت قانه میزن. یا چطور یا قدرت. تصمیم ده دست تو است. خدایا هیچ قسم امتحان است. تو همراه ما کمک و پروردگارا. اگه او کدام نیت بد داشته باشه خداوند نبرایت کمک میکنه. خانم مالدا، ما عمر هستم. امروز که با شما ملاقات کردم. بله بفرمایید. بسیار ببخشید بازم مزاحمتان شدم خانم. گپی نیست بفرمایید میشنوم. چند لحظه قبل همراه قبورا گپ زدم. خوی قسم است. یعنی درباره کارهای طلاق با هم گپ زدین؟ با نام دوای طلاق چیزی در بین نیست خانم مالدا. اگه واضح بگویم آقا بوراک هنوز تصمیم نگرفته. ما فقط میخوایم غلط فهمی که بین شما شده را دور بسازم. با شما را دوباره با هم یک جا بسازم. از او خاطر خواستم امرایتون گپ بزنم. بوراک تصمیم خود گرفته بود. پیش شما به خاطر این موضوع آمده بود آقا عمر. پس به او بگوین. بعد از این فقط مربوط او میشه. ما دیگه به هیچ صورت نمیخوایم همراه او گپ بزنم. برش بگوین که دیگه مزاحمت نکنه او من راحت بانه. درسته؟ چطن باید عملیات شود. امروز بسیار خوش بود. از ما خواست که او را ببخشم. بچه جوان است. انشالله که عملیاتش بخیرتر میشه و صحتمند میشه. ما چی کنم خواهر جان؟ از یک طرف چطر به خاطر عملیات خود بسیار خوش است. از دیگه طرف قدرت برام میگه که خدا را شکر که تو هستی و برام میگه که همراهیم باش. میفهمم کار زیاد مشکل است. خداوند همراهت کمک کنه دیگه. هر خصمه که میشه فقط باید قدرت قانی بسازی که خانه بیه. بعد از عملیات شدن چتن از زندگی ما گم شوی. اگر این عملیات فراموش کن برای همش. امروز به شفاخانه بستر میشم. فردا عملیات میشم. خواستم یک بار ببینمش. خوب کردی بچه. خداوند به زودی برات شفا خواهد داد. آمین انشاءالله. خوش آمد. بسیار خوشمزه است. بسیار خوشم آمد. بیبی خوردن میرم. میگن که دستپخت مادرها بسیار خوشمزه میباشد. واقعا همونطور است. اقدر مزه‌دار شده. بسیار مزه‌دار است. خدایا تو همراه ما کمک کن. هر دوی اونو اولادایم هستن. کدامشون انتخاب کنم؟ لطفا تو یک راه حل برام نشان بده. خاله جان، مامایم که عملیات شد. بعد از روزه که از او اساجاب استفاده نمیکنن. انشالله ما قبول کن دکتر خمی قسم میگم. انشالله چطنم بعد از این خوش خود.
قند ماما چطور هستی؟ خوب هستم. پدر قندم زیاد خوش شدم. انشالله تو هم پسودی خوب خود شدی جانم. تشکر خواهر جان، زنده باشین. زود خوب شو ماما جان. درسته. چند روز است که منتظر همین خبر بودم. بسیار خوش هستم، واقعا باورم نمیشه. راستش ما میترسم که خوشی ما به غم تبدیل نشه اسما. اگه ای بار کدام مشکل پیش شوه باز. آی بیادر اقدر منفیگران نباش. میگن او دکتر 20 سال لایق قسم از خارج آمده. همه چیز خوب خواهد شد انشالله. انشالله. قدرت، چرا همیشه سرزوری میکنی؟ تو چی وقت هوشیار میشی بچه؟ در این روز خوشی تو هم باید اینجا میبودی. باید امرای اولادای کاکای تجلیل میکردی. اما تو به خاطر فرار کردن از خانواده خود هر کاری را انجام میدی. امیدوار هستم پیش از اینکه ناوقت شوه اشتباهات خود درک کرده راه درسته پیدا کنی. امیدوار است مادرتان کار نکنه که خوشیتان از بین ببره. به خاطر خوشی چند روز قدرت تا این زندگی چتنه خود خطر انداخته نمیتونه. اگه نی باز خودش ضرر میکنه. قدرت بچه‌ام از دیری و زود پیش مادر اصلی خود برمیگرده. خالایشه گوش کنین خالایشه. معذرت میخوایم، به نظرم ترسیدین. فکرم نبود از او خاطر نشد. کدام مشکل دارین؟ خوب معلوم نمیشه. نه خیر، فقط کمی خسته هستم. من زیاد وقتتان رو نمیگیرم. درباره شما را براتون معلومات خدا را شکر یک خبر خوش شنیدم. حالا فهمیدم میتونم که کی برام زنگ زده بود. خداوند ازت راضی باشه بچه. این خوبی تا فراموش نمیکنم. نظر به او تحقیقات این شما را زنگ زده بودن، اما با شما از تلفن ناشناس زنگ زده شده. چطور یعنی؟ فهمیده نمیتونم که کی برام زنگ زده بود. متاسفانه به خاطر که از شماره ناشناس براتون زنگ زده این امکان نداره. تو خود تلاش خدا کردی بچه. زنده باشی، حتما قسمت نبوده. روز خوش. خوش آمدی بچه، بیا داخل. خوش باشی. سحر نیست؟ رفت، 2 روز در خونه بود، باز دلش تنگ شد. دختر خدا گرفته پیش خواهر و بیادر خود. باز خانه را ترک کرده؟ نه بچه، او بیادرش که از به خاطر پاش امروز او را به شفا خانه میبرن. از او خاطر رفت، فقط که خودش عملیات میشه. نه تو بگو دگه، من فکر کردم که بدایم رفته. چی فرق میکنه؟ بیازم زیاد در خانه نمیشینه. مادر بس از دگه، بیادرش عملیات میشه، باید میرفت. یک بار زنگ میزنم، کدام چیز ضرورت نداشته. زنگ بزن که نه وقت نشه، حالا زود کن. بیازو خزارم آماده نکده. اما حال به شب چی پخته کنم؟ مادر جان آماده کو دگه، چی میشه؟ دست خداری. در قدر سالا یک روزم خوشی خدا نمودیم که کار خانه را کنم. هر کار میکردم. حالا حقم است که عروسم برم خدمت کنم. کم انصاف کو مادر جان، کم انصاف داشته باش. بی یک قسم که میگی اعصابم خراب میشه، باز ما میرم قهر خدا سر سحر خالی میکنم. یک قسم نکو به لیاز خدا. بیازم مثل سابقه از دختر هیچ خیر ندیدیم. امرو چتن ای بدی را کده نمیدونم.
نمیتونم او رو دائم معیوب ببینم و هم ده سن سال خوردش. مرا ببخش قدرت بچه. هیچ کدامتان ناراحت ساخته نمیتونم، اما مجبور هستم که تو رو دوباره به خانه روان کنم. دوستان، برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. حالا عایشه من نان تیار کردیم، خدا کنه خوشت بیایم. نان خشک ناوردی؟ میبخشی بچم یادم رفت. کدام گپی نیست خاله جان. میخواستم یک آواسانه بردوی ما آماده کنم، اما خیر باز کنم وقت دیگه. مینوی امروزی ما و خاله عایشه مکرونی کوفته داره. چی بفهمم که دستپخت قدرت خوشت میآید یا نه؟ اما با دستپخت تو خونه میرسه. خوب خیر. اگه مزه‌دار نبود مرا ببخش. در آینده باز پخته کردن غذاهای خوشمزه را از تو یاد میگیرم. بیا زیاد وقتا با هم خود بودیم. با زحمت شدی بچه. تو برای من 5 دقیقه وقت بده. من زود پس میام. درست است هیچ گپی نیست. تو وقت من یگان چیز دیگه آماده میکنم. تو تمام کارایت خلاص کن. باز که آماده کردم تو رو صدا میکنم. قدرت چی شده خالش؟ تشکر میکنم. مهم نیست خالش. در مقابل خوبی های توی کارم نکنم.
وای از عجله زیاد یادم رفت که برات لباس بگیرم. اوه از یادم هم رفت. تشویش نکنین، ما گرفتم. شما آرام. عملیات من میشم اما هیجانی شما. تو رو میگی این عملیات خو عقل ما رو از سر ما گرفته. تو تشویش نکو جانه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بسیار یک دکتر لایق به خاطر این عملیات پیدا کردیم. شما راحت باشین. چتن جان معذرت میخوایم، کم خسته هستم، اول کمه استراحت میکنم، که خوب شدم باز شفاخانه پیشت میایم. درست است خانم کاکا، مشکلی نیست. حالا دیگه جانم بازم شفا باشه. زنده باشین. خدایا تو همراهیم کمک کن، دیگه هیچ راهی ندارم. خالا ایشالا دیگه نان آماده است، زود شو دیگه. آینده چتن به همی وابسته است. اگه قدرت از این خانه نره بیادش در تمام عمر معیوب میمونه، او هم به خاطر من. همراه چتن ظلم کردن نمیدانم. مرا ببخش قدرت، امیدوارستم یک روز مرا درک کنی. بشینین، زیاد کوشش کردم که خوشمزه بیایه. امیدوارستم خوش تو هم بیایه. چی شده؟ نیک خوشت نامد. میفهمم کمی بدرنگ معلوم میشه، اما تا همیشه چشیده این بد نیست. چیزی را که تو آماده کنی چی تو خوشم نیایه. زیاد زحمت کشیدی، تشکر بچه. نوش جانت، حالا دیگه یک بار تا همیشه بچش که چطور است خلایشه. زیاد تلخ شده؟ خالایشه؟ چرا گریه میکنی؟ ها؟ من کدام کار بده کردی؟ کدام اشتباه کردی؟ تو نه بچه، اشتباه را من انجام داده. چطور یعنی؟ خالایشه از صبح تا حال دیگر رقم معلوم میشه. چی شده؟ مرا ببخش بچه، من نمیخواستم همراه تو این کار کنم، اما دیگه در اینجا بوده نمیتونی. مجبور استی که بری. بله، وضعیت پایتان و قدرم خوب نیست که تخمین کرده بودم. از همین خاطر بعد از عملیات بخیر زود خوب خواهد شدیم، تشویش نکنید. خدا هزار بار شکر، این روزان به ما نشان داد. بالاخره خداوند دعای ما را قبول کرد. برد وعده کرده بودم که همه چیز خوب میشه. مثل شیر به پای استاد خواهد شدی. خب ما کاملا خوب میشم نه؟ پایم کوتاه نمیشه؟ با پلاتینی که با سخنهای شما یک جای میکنیم خوب خواهد شدیم، اما این وضعیت دیگه مانع نمیشه که شما درست قدم بزنید. معاینات بعدی شما را من انجام میتیم. اگر معایناتتان کدام مشکل نداشت فردا شما را عملیات میکنیم. دکتر، مامان که خوب شد باز مرا پشت قدم میتانه. البته که پشتت میکنم خاطرک. ای قسم تو را پشت خود میگیرم در تیرا. درست است؟ ماما جانم، زنده باد مامای شیر.
салом дӯстони азиз. дӯстон, барои пешрафти кори мо обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи Умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. салом дӯстон, мехоҳам дар бораи силсила филми зани бадбахт ки давомаш аз кадом канал пахш карда мешавад таваҷҷӯҳи шуморо ба худ як лаҳза ҷалб карда бошам. дар шабакаи ютуб дар ҷои поиск, яъне ба забони тоҷикӣ гирем, дар ҷои ҷустуҷӯ Умедҷон HD менависем ва онро поиск медиҳем. канал бо номи Умедҷон HD мебарояд. болои онро бори дигар пахш мекунем ва чӣ тавре ки мебинед, канал дорои сериалҳои гуногуни туркӣ ва клипҳои ошиқона низ ҳаст. дар ин ҷо бояд ки фаҳмем, силсила филми зани бадбахт аз қисми 1 то қисми 13 пахш карда шудааст. ман админи канали Санҷар FM бо сабабҳои гуногуни ҳаёт натавонистам филмро давом диҳам. аз ин пас қисмҳои минбаъдаи филми мазкурро админи канали Умедҷон HD пеш мебарад. мухлисони гиромӣ метавонанд аз ҳамин канал тамошо намоянд. админи канал заҳматҳо ба харҷ дода кӯшиш мекунад филмро то охирон қисмаш ба мухлисон пешниҳод кунад. мухлисони гиромӣ, шумо ба канали Умедҷон HD обуна шавед ва пахш кардани зангулачаро фаромӯш насозед. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerimdeki تو چی میگی خالایشه؟ تو در این خانه بودن نمیتونی بچم. تو مربوط اینجا نیستی و هیچ وقت هم نبودی. رفتنت به همگی بهتر خود بود. اما چرا؟ از دیروز تا امروز چه تغییر کرد؟ من فکر کردم و بالاخره به همین نتیجه رسیدم. خانه تو اینجا نیست. به خانهت برگرد. از وقتی که اینجا آمدی مادرت به تشویش است. ما حق نداریم که همراهش قسم کنیم. باورم نمیشه خاله. چطور میتونی مرا روان کنی؟ هیچ باورم نمیشه که دوباره مرا اونجا روان میکنی. وقت مادر جگرخون باشه قلب من راحت بوده نمیتونه. اشتباه بزرگی می بود که بین شما مداخله کردم.
کاش که از اولی کار نمیکردم بچه. فهمیدم. حال فهمیدم. مادرم تو را به این کار مجبور ساختنه؟ بگو چقدر برات پول داده ها؟ چقدر ازش پول گرفتی؟ تو چی میگی بچه؟ پول چی؟ ها پول چی؟ خدا لعنتش کنه. تمام تان یک رقم هستین. خوشی من به هیچ کس معنا نداره. از اینکه سرت اعتماد کردم اشتباهی بزرگی کردم خاله عایشه. قدرت بچه مرا ببخش بچه، مرا ببخش قدرت. با خاطر پدرت باید این کارا میکردم. چه اگه میخوای بیادر از کانتین برات بیارم، هر چیز دلت میشه میالا برات بیارم. نه خیر خواهر جان زنده باشی، گشنه نیستم. شام همگی بخیر. چطور هستی شیرم؟ تشکر خوب هستم. شکر که خوب هستی. چشمایت روشن. انشالله که خوب شده میری. خداوند از کاکایم راضی باشه. تمامش از برکت ایناست. خب دیگه چتن از تو ترگوت پای راست حمایت میکنه جانم. طرف ما بیبی همراه کاکایت خوب رو بیاکو. او هر قسم مشکل حل کردن میتونه. با خاطر اینا هر کاری میکنم. خوشی اینا خوشی محض. زنده باشین کاکا. با تکلیف شدین. همراه اسما خانه برین. من پیش چتن می باشم. باز فردا دوباره بی. ما هم اینجا می باشم. همراهت کمک میکنم. ضرور نیست. دروره گرفته خانه برین. درست است خودت میفهمی. بازم شفا باشه. من فکر میکردم برای چند روز میره و دوباره پس میایه، اما فهمیدم که او تصمیم خدا گرفته بود. اگر از این گپا بگذاریم میفهمی چی مرا بیشتر قهر ساخت. امی که تصمیم طلاقش از خودش نه بلکه از وکیلش شنیدم خواهر. فهمیدم که دیگه حتی ارزشی برام قائل نیست هلال جان. آی بان دیگه ملدا، یعنی اوراق لیاقت تو رو نداره؟ از اون نجات میافید قصش نشو. من میفهمیدم که با هم مشکل داریم هلال، اما فکر میکردم به یک شکل حلش خود ساختیم. هرگز پیش خود فکر نکرده بودم که از من به این آسانی منصرف میشه. جانم خدا جیگر خون نساز. براک ایچ ارزش تو رو نداره. نمیخوایم بدیشه بگویم، اما براک یک مرد خوشگذران است. این خو خودت میفهمی ملدا جان. او مرد زندگی نیست. یک بار خدا بیبی او رو بیبی چقدر دیگه پیشت خود ماند. یک بار بیبی تو از خود موقف داری، وظیفه داری. او میشرمه که با ماش کم خود پیش تو بیه جانه. حتی از بودن با تو میشرمه ملدا. من دیگه چیزی برات گفته نمیتونم. راستش تعجب میکنم که تو چرا از اول دعوای طلاق باز نکردی. چطور یعنی دیگه هیچ امید باقی نمانده هلال؟ ملدا جان گریانم. درسته خواهرم. بسیار جگرخون شدم جانم. چی کدی؟ بچه من روان کدی؟ او اینجا میایه؟ به خواستت رسیدی زحل. قدرت بیرون کدم، اما فکر میکنم که پیشت بیایه. گفته بودم که قانه ساخته میتونیش. بازم از این که برام کمک کدی تشکر چنر. به خاطر تو همیشه بدرویه میکنم. او دیگه از من نفرت داره. قدرت پیشت روان کدم، دیگه هرگز هم را چطور غرض نگیری. تشویش نکو چنار، چتنه چیز نمیشه. اما تو هم وعده خدا فراموش نکو. هنوز کارهای امرای من خلاص نشده. تمام لوازمت جمع کرده، از اینجا باید بری. میفهمم. اول ببینم که چتن کاملا خوب شده یا نه. بعدن از اینجا میرم، تشویش نکن.
بچیم خانم یه قدرتم خانم یه خدایا هزار بار شکرت. بان کمکت کنم. از پیشت میریسه جانم. خواهر پاهای مشکل داره اما شکر خدا دستایم جور است. من خطفل نیستم که تو میخوایی به من آن بیتی. چی کنم بیادر جان؟ تو با من هنوزم امو تفلک خورترک هستی که از پشتم خواهر گفته هر طرف میدوید جانه. خواهر شما هم به من خواهر بودین و هم مادر بودین. دوستان خوردتان طفلیتان کنار گذاشتین و ما را تا آغوش گرفتین. به خاطر ما حتی نفهمیدین که طفلیتان چگونه سپری شد. زحماتتان را ببخشین. ببینین براتون وعده میکنم که بعد از این به خاطر خوشی شما زندگی میکنم. باور کنیم هرچی میکنم به خاطر شما میکنم. میخوایم شما خوش باشین. تو هست ما مثل اولادایم هستیم و قسمه که مادرها بدون توقع به اولادایشان کمک میکنن. مام امی کاره کردیم. شما خوش و آرام باشین. ما دیگه چیز نمیخوایم. بازم وقت حق مام پرداخته میشه. من چطور تانستم این کاره کنم خدایا؟ حتی اجازه ندادن که نون خدا بخوره. خدایا چطور از معذرت بخوایم؟ چطور قلبش دوباره به دست بیارم؟ بسیار برش مشکل تمام شد. بعد از این حتی نمیخواد چیریم ببینم. زاهد با بار دوم بچه و با دستای خودم برات دادم. ما بسیار بیچاره شده. خدایا معذرت میخوایم که دست خالی آمد. میفهمی خالای شب تو تنها کسی هستی که مشکل من رو میفهمی. همراه کسی دیگه وعدناتی خالایشه فراموش نکنید. همراه ما وعده کردید درست است؟ خوب درست. مرا ببخش قدرت. مرا ببخش بچه. امیدوارستم مرا درک کنی. ایره بیگه اگه میخوایی چند دقیقه تلویزیون بیبی. خواهر بیاین لطفا اینجا بشینید. چی شده چته؟ چیزی نشده بشینید. مرا نترسان. خواهر چیزی نیست. فقط میخوایم امرایتان گپ بزنم. خواهر با شما بسیار وعده ها داده بودم. گفته بودم که براتون خانه میگیرم. گفتم همراه من میباشین. قرار بود که دیگه همراه کاکایم زندگی نکنیم. گفتم از شما مواظبت میکنم. از ما به خود اتاق انتخاب میکرد. شما از ظلم یازنیم نجات میافتین. ما با شما ناق امید دادم. با وعده های خود وفا نتونستم. معذرت میخوایم خواهر. لطفا مرا ببخشید. ای چی قسم گپ است؟ کس از تو چیز توقع نداره بیادر جان.
بنا حق با خود خیال پردازی میکنی و بعدش هم اقسم چیکار خون میشی. نه اسما و نه من جز صحتمندی تو دیگه آرزویی نداری. تو خوش باش، آرام باش، لبخند بزن. همی بر ما پس از جانه. میفهمم خواهر، میفهمم، اما بازم به خاطر که نتونستم وعده خدا پورا کنم شرمنده هستم. دیگه ای گفاره نگویی. یک بار حالت ما را ببین. خدا را شکر هیچ کم بودی نداری. دستم وقت انسان خوش نباشه باز پول و خانه چی با دردش میخوره. چته به ما ببین. اگه بار دیگه ای گفاره گفتی بسیار قهر میشم. چرا خواهر خدا جگر خون میزه؟ خواهر شما بسیار ظالم برآمدین. بیبی اگه گپ من نشنوی باز میبینی که چی میکنم. تو در قضیه گپا نشو. حالا ازت میخوایم همراهیم وعده کنی. اما اگه او به وعدت وفا نکنی دیگه خواهرتون نمیباشه. درست است، هر چی بخواین میکنم، فقط بگوین. بعد از هر قسمه که شوه هر اتفاقی که رخ بده در زندگی خدا جگر خون نمیسازی. درست است جانه؟ هرگز نباید اشک در چشمت ببینم. درست است خواهر، وعده میکنم. ای جان خواهر. اینجا بودن نمیتونی بچه. تو با اینجا مربوط نیستی. هیچ وقت هم نبودی. رفتنت به همگی بهتر خود بود. لعنتی. چطور میتونی قسم بگویی خاله عایشه؟ فراموش کردی که گفته بودی خانه از تو است و جایت بالای چشمایم از قدرت. نگفته بودی هر قدر بخوای اینجا بوده میتونی. پس چی تغییر کرد؟ حالا چرا مرا نمیخوایی؟ من به تو اعتماد کردم، همه چیز همراه شریک کردم. پس حالا چرا من از خانه روان میکنی؟ چرا اعتمادم از بین بردی؟ چرا؟ تو کجاستی بچیم؟ راه قدرام دور نیست، چرا ناوقت کردی؟ نیک بازم کدام جای دیگر رفتی جانم؟ چنارم تو را نمیخواه، چرا دویده به خانه خود نمیایی؟ هیچ نمیفهمم. چی شد؟ دکتر چی گفت؟ او را بسیار خوب معاینه کرد. گفت در عملیات مشکل پیش نمیشه. دلم بیخی جمع شد. انشالله بچیم خوب میشه. آی خدا میفهمه خدا چقدر خوش باشه. زندگی فوتبالیش تمام شد اما حداقل معیوب نمانه. راست میگی خانم کاکا، بیادر ما قدر خوش است که داسمان پرواز میکنه. چی کنیم دیگه دخترم؟ باید به همین حالتش هم شکر کنیم. خب چتن کجا؟ صورتن آماندین؟ نه خیر، تشویش نکن، سحر امرایش است. این کار خوب کردین. اگر نه به تشویشش میبودم. خیرت باشه ترگت. چرا طرف مقسم میبینی؟ ماشاءالله، میبینم که بسیار زود سر حال شدی زحل جان. بایدم سر حال باشم. بچه امشب دوباره به خانم یه از این که در خبر خوش چی بوده میتونه. اگه ای بار جواب ندی سرت قهر میشم قدرت.
دیگه هرگز نمیخوایم چهره مرا ببینیم یا که صدای ما بشنوه. خودتان مرا مجبور به این کار کردید. ای قسم نکو قدرت، قربانت شم. چرا ای قسم امرای میکنی؟ شماره را که شما دایل کرده اید فعلا خاموش می باشد. لطفا بعدا به تماس شوید. خاموش کرد؟ صبر کو زحل. ای قسم فکرای خرابه به ذهنت نبیاره. چارج موبایلش خلاص شده. قدرت خوب است و چند دقیقه بعد بخوانم میه. آرام باش. نه که باز پیش چنار رفته. چنارم تحمل کردن نتونسته و او را به خانه مانده. قصدن جواب نمیتیم و تو نیست. به خاطر که به ما درد بتی کار میکنی. تو بازم کدام نقشه داری؟ قدرت حتما به خانه چنار رفته. از امی خاطر تلفن ما جواب نمیده. پای من فردا دوباره عملیات میکنن. یعنی دیگه معیوب نمی باشم. دکتر همه قسم گفت. فردا برام یک روز بسیار خوب است. از هیجان امشب خوابم نمیبره. برات پیام اومد. بیبی که از کیه؟ چتن است. خب بخوان که چی نوشته؟ فردا دوباره پای من عملیات میکنن. یعنی دیگه معیوب نمی باشم. دکتر همه قسم گفت. فردا یک روز خوب است. از هیجان زیاد امشب خوابم نمیبره. آی جواب بده دیگه دختر. او بیچاره عملیات میشه. یگان چیز بگو که کم امیدوار شوه. معیوبم نمیمانه. دیگه چی میخوایی؟ اما فوتبالیستم نمی باشم. چقدر پشت این موضوع را گرفتی. اگه پیش کاکای خودم کار کنه همه قدر پول پیدا خواهد کرد. حالا دیگه زود شو برش پیام روان کو بگو که خوش شدم. اگر کاکای شور استخدام نکرد چی؟ باز دیگه مرا نخوادید گفته باشم. دمت دیوانیم کدی. درست است. برش جواب میتم. پس نوشته کو. بسیار خوش شدم. من بسیار هیجانی هستم. اما دیگه باید بخوابی. یک عملیات بزرگ در پیش روی داری جانم. به خاطرت حتما دعا میکنم. شب بخیر. چی نزن در مقابلت پدرته. عادتا بشنو. باید به گفای ما گوش بدی. کار کرده او پولا میپردازی. از این خانه گم شو. تا وقتی که آدم نشدی نمیایی. کارتای بانکیتان بان. بعد از این نمیتونی با پول پدرت اکنوش کرده زندگی کنی. هر جایی که میخوایی برو. در این خانه بودن نمیتونی. تو با اینجا مربوط نیستی. هیچ وقت هم نخواد بودی. رفتنت به همگی بهتر خود بود. به هر کدامتان جواب کارایتان دانه دانه خواد دادم. قدرت قسمی که فکر میکنی نیست بچه. ما از زحل پول نگرفتیم. ما تو رو چطور فروخته میتونم. ما چطور این کار کنم. ما یک طور محیط به تمام دنیا نمیتونم. چرا مرا از خانت کشیدی ها؟ چرا امرای من مثل یک بیگانه رفتار کردی؟ چرا در یک لحظه رفتار تغییر کرد؟
تو نمیفهمی، از هیچ چیزی خبر نداری. مجبور بودم که تو را از خانه بیرون کنم. چرا حقیقت برای من نمیگی خاله عایشه؟ چرا از من پوت میکنی؟ بگونی؟ چرا واضح برای من نمیگی؟ بگونی خاله عایشه، چی گپ بوده میتونه که من از خبر ندارم؟ چرا من از خانت کشیدی؟ چرا مرا نخواستی ها؟ میفهمم مرا نمیبخشی، اما تمام حقایق بر دانه دانه میگم. نه خیر چنار، اوش کنی نگویی. قدرت، تو بچیم خدایا خیرت باشه. چنار، گفتم دروازه را باز کن. چنار، دروازه را باز کن. زهر؟ بچیم کجاست؟ زهر؟ قدرت! زهر صبر کن، قدرت اینجا نیست. دیگه به من دروغ نگو. میفهمم که بچیم دم اینجاست. مرا فریب داده نمیتونی. قدرت خانه روان نکدی. تو چی میگی زهر؟ قدرت خانه نامده؟ نه خیر نامده. بچیم خانه نامده. چنار امکان نداره. ما او را پیش تو روان کردم. صبر کار خطا نشو. شاید خانه کدام دوستش رفته باشه. در جیبش یک لیرام نداره. خانه کدام دوستش بره. آی خدایا، زیاد وقت میشه که از اینجا برآمده. بچیم کجاست؟ بچیم کجا رفته چنار؟ او بچه کجا رفته میتونه؟ قدرت طفل نیست، چرا بر خطا میشی زحل؟ البته دیگه تو خود میفهمی که کجا رفته، اما تو نیست. از امی خاطر قدر راحت هستی، با خاطر که پیش من نبیه او را کجا پت کردی؟ تو چی گفتم میدی زحل؟ من چرا قدرت از تو پت کنم؟ تو این کارا میکنی، با خاطر گرفتن بچیم از ما تو این کارا حتما میکنی. بچیم کجاست؟ قدرت کجا پت کردی؟ چنار بگو. با خود بیا زحل. او را پت کردی، با ما دروغ گفتی. قدرت کجاست؟ ده او تا قسمت نیست. دیوانه شدی زحل؟ من چرا باید پتش کنم؟ قدرت بچیم کجاست؟ بچیم کجاست؟ قدرت کجاست؟ کاری که تو گفتی انجام دادم. گفتی بیرونش که، باز بیرونش کردم. قسم میخورم که من نمیفهمم که بچیم کجاست. پس بچیم کجاست؟ او کجا رفته میتونه چنان؟ اگه پیش تو نیست پس کجا رفته؟ زحل
کیم ده سر کام میخوابه؟ خدا نگاه کنه. فکر خرابه به ذهنت نیار. اگه خانه نامده حتما پیش دوستاش رفته. اگه لازم باشه به خانه دوستاش میره میپلمش. حتما کسی او را دیده جانم. از خاطر تو است. از وقت تو آمدی زندگی ما را تباه کردی چنان. بسه تو دیگه مرا مقصر نگو زحل. ازت به بار آخر میپرسم چنان. بچه‌ام کجاست؟ برام جواب بده. میگم نمیفهمم. درسته. حالی که تو با بچه میکارم میکنی من بالای تو رحم نمیکنم. تا فردا برات وقت میتم. اگر قدرت پیدا کرده خانه من آوردی باز عملیات چتن نمیکنی. گپ ما شنیدی؟ اگر قدرت پیدا نشه باز چتن بچه تا آخر عمر معیوب خاتمه. سلام دوستان، میخواهم درباره سلسله فیلم زنی بدبخت که دومش از کدام کانال پخش کرده می شود توجه شما را به خود یک لحظه جلب کرده باشم. در شبکه یوتیوب در جای پویسک، یعنی به زبان تاجیکی گیریم در جای جستجو امیدجان اجدی می نویسیم و آن را پویسک می دهیم. کانال با نام امیدجان اجدی می براید. بالای آن را بار دیگر پخش می کنیم و چی طوری که می بینید کانال داروی سریال های گوناگون ترکی و کلیپ های عاشقانه نیز هست. در اینجا باید که فهمیم سلسله فیلم زنی بدبخت از قسم 1 تا قسم 13 پخش کرده شده است. من ادمین کانال سنجر FM با سبب های گوناگون حیات نتوانستم فیلم را دوام دهم. از این پس قسم های من بعده فیلم مذکور را ادمین کانال امیدجان HD پیش میبرد. مخلصان گرامی می توانند از همین کانال تماشا نمایند. ادمین کانال زحمت ها به خرج داده کوشش میکند فیلم را تا آخران قسمش به مخلصان پیشنهاد کند. مخلصان گرامی شما به کانال امیدجان HD abone شوید و پخش کردن زنگولچه را فراموش نسازید. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerimdeki o tebessüm. салом дӯстони азиз. дӯстон, барои пешрафти кори мо обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо супосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.
салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи Умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон.